خب اتمام تست دستگاه ترموکینگ کامیونت تمومه. فشار نگه داشته، نشتی دیگری نداره الحمدلله. فقط مواظب باز و بس اتصالات باشین، از محل اتصال نشکنه. با چهار نگه دارین، آروم ببینین اورینگ داره، اینا راحت بسته میشه. پایین که حالت پرچی هست مایع تفلون میخوره، بعد بسته میشه و مشکلی نداره. این هم از کلید هست، کلیدی که برام تهیه کردیم. این در حالت اتومات رو صفره که موتورش این روشن میشه دیسپلی، و این هم که فنهای اواپراتور هست، کندانسور و این پنل اتوماتیک با این دستگاه کار میکنه، خاموشن میشه. اگه بخواید دستی بذارین در حالت دستی قرار میده، اگه نه اتومات اینجوری، این دیگه میشه حالت روشنش. اتومات، کلید اواپراتور روشن. این هم که الان براتون تست میکنیم.